مزوتراپی پوست روشی درمانی و زیباییه که با تزریق دوزای کم دارو به لایه درم پوست با سوزن‌های بسیار ظریف انجام میشه. این روش که ریشه در طب سنتی چین و هند داره، برای کاهش درد، بهبود جریان خون، رفع التهاب و جوانسازی پوست استفاده میشه. حالا چه مزایایی داره؟ کاهش چین و چروک و خطوط ریز، بهبود آکنه و اسکار، سفتی، درخشندگی و انعطاف‌پذیری پوست، درمان لک، کک و مک و پف زیر چشم. حالا موارد منعش: بارداری و شیردهی، مصرف داروهای رقیق کننده خون، بیماری‌های پوستی شدید از جمله اگزما، پسوریازیس، مشکلات خونی، حساسیت به مواد تزریقی یا بیماری‌های قلبی و ریوی. حالا چه مراقبت‌هایی لازمه که انجام بشه؟ اجتناب از آسپرین، الکل، سیگار و آرایش. و حالا مواردی که بعدش نیاز مراقبت انجام بشه: عدم لمس محل تزریق، پرهیز از ورزش سنگین، مصرف ویتامین C و استفاده از کمپرس یخ. عوارض احتمالی: قرمزی، کبودی، عفونت، خارش، سوزش و یا عود تبخال. مقایسش با PRP چجوریه؟ مزوتراپی از داروهای متنوع و PRP از پلاکت خون خود فرد استفاده میشه که هر دو یه کاری رو انجام میدن. جفتشون برای جوانسازی پوست مؤثرن. حالا تعداد جلسات ماندگاری: بین 3 تا 6 جلسه با فاصله 2 تا 4 هفته. ماندگاری 3 تا 12 ماه بسته به پوست و سبک زندگی.